اسمش سیاهرگ باب کبدیه. من بهش میگم سیاهرگ باب کنکور، چون طراحای کنکورهای سراسری جدید چشم از این مبحث و شکل پرسوالش بر نمیدارن، بیخیالش نمیشن. ما هم ذره‌بین رو بر میداریم، میریم سراغ این تصویر پرسوال کتاب درسی، واکاوی میکنیم تصویر رو و اجازه نمیدیم طراح بخواد ما رو اذیت کنه. با فولیتو کبد ما مثل هر اندام دیگه ای بهش سرخرگ خودش وارد میشه، یعنی سرخرگ کبدی، ازش سیاهرگ خودش خارج میشه، یعنی سیاهرگ فوق کبدی. تا اینجا هیچ استثنایی وجود نداره بچه‌ها. اما برخلاف اندامهای دیگه داره سیاهرگ بهش باز میشه و خونش رو میده به این اندام. سیاهرگی که به کبد باز میشه بهش میگن سیاهرگ باب. این سیاهرگ باب خون کجاها رو داره به کبد میاره؟ بریم با هم دیگه نگاه کلی بندازیم. خون اندامهای حفره شکمی که گوارشیان رو داره میاره، مثل معده، پانکراس، روده باریک، روده بزرگ. داره خون اندامهای گوارشی و حفره شکمی، نه همه جای گوارشی، فقط حفره شکمی رو میاره به سمت سیاهرگ باب. علاوه بر اون اندامهایی که گوارشی نیستن، مثل طحال در سمت چپ که لنفیه، آپاندیس در سمت راست که لنفیه، اینا هم خونشون رو میریزن به سیاهرگ باب. پس اندامهای گوارشی حفره شکمی، حالا یه سریایی که اینجا داریم میبینیم، و دو اندامهای غیر گوارشی مثل طحال و آپاندیس خونشون رو وارد سیاهرگ باب میکنن که این سیاهرگ باب خون رو میبره به کبد. به خاطر همین کبد ما معروفه به اندامی که در دو طرفش سیاهرگ میتونیم ببینیم. سیاهرگ باب خون بهش وارد میکنه، سیاهرگ فوق کبدی خون ازش خارج میکنه. پس در دو طرفش میتونیم، یعنی میتونیم شبکه مویرگی اینجاها ببینیم، اینجاها که در دو طرفش چیه؟ سیاهرگ باب وارد، فوق کبدی خارج میکنه خون رو. حالا واضحه که فوق کبدی وقتی خون رو خارج میکنه باید بریزه به بزرگ سیاهرگ زیرین، چون کبد جز اندامهای زیر قلب محسوب میشه دیگه. من میخوام راجع به این باب صحبت کنم که خود سیاهرگ باب رو چندین شاخه، حالا من 3 شاخه اصلی اینجا گذاشتم، چندین شاخه میان و خود سیاهرگ باب رو میسازن. ما میخوایم راجع به این شاخه ها صحبت بکنیم. بریم رو تصویر معروف کتاب درسی. من کاری که براتون انجام میدم اینه، میگم اگه اینجا سیاهرگ باب باشه، داری میبینی این تحت عنوان یک رگ داره بهش میریزه، 1، این 2 و این 3 تا رگ دارن بهش میریزن و 3 تا رگ اصلی و قطور منظورمه و سیاهرگ باب رو میسازن. بریم راجع به این 3 تا رگ صحبت کنیم. مثلا شماره 1، قلم و کاغذتو بردار و یادداشت کن. مثلا شماره 1 بهم بگو کیا خونشون رو بهش میریزن. خب دنبال میکنی میبینیم بخش بالایی معده میریزه به 1، طحال یک اندام لنفی در سمت چپ میریزه به 1. پس خون بخش بالایی معده و طحال مشترک میشه. تا اینجا اوکیه؟ باریکالله. بیا راجع به 2 صحبت کنیم، ببینیم کی به 2 میریزه. خون بخش پایینی معده، اوکیه، و پانکراس، اینا ببین اینجا میریزه. بذار رنگش رو عوض کنم که بتونیم روی سیاهرگا بکشیم. خون بخش پایینی معده، خون لوزول معده یا پانکراس هنوز ادامه داره. بیا این رگ رو دنبال کنیم. کلون پایین رو، راست روده و مخرج. کلون پایین رو، راست روده و مخرج، اینا همشون مشترک میشن با کی؟ با بخش پایینی معده و پانکراس، که خب سوال کنکور سراسری هم بوده، خیلی سوال مهمی هم بود. براتون آموزشش رو ساخته بودم که گفته بود جایی که اینا مشترک میشن در نزدیکی 12 هست، در نزدیکی پیلوره، در نزدیکی اتصال مجرای لنفی راست به چپه، که اینا آموزشش رو براتون ساخته بودم. اینجا میخوام صرفا راجع به سیاهرگ باب صحبت بکنم. پس به 2 کیا میریختن؟ یه بار دیگه، بخش پایینی معده، سیاهرگ بخش پایینی معده نسبت به بخش بالایی معده طویل‌تر، حواست باشه. بخش پایینی معده، پانکراس، کولون پایین رو، راست روده و مخرج به یک سیاهرگ مشترک میریزن. حالا بیا این بر میخوام ببینم به 3 کیا میریزن. آپاندیس، ایناش کولون بالا رو میتونن بگن روده کور، فرق نمیکنه، اینجا روده کوره. آپاندیس، کولون بالا رو، روده کور و بخشی از روده باریک. پس بخشی از روده باریک با کولون پایین رو یکی میشه؟ نه، با کولون بالا رو یکی میشه و میریزن به 3. اینا همه مشترک میشن، از طریق سیاهرگ باب میرن به کبد.
از طریق سیاه رگ باب وارد کبد میشن. پس اولین چیزی که باید بلد می بودیم این بود که بدونیم کیا مشترک میشن. بعد الان اگه بخوام اینو بردارم و نگاه کنیم به تصویر، داریم میبینیم سیاه رگی که بخش پایینی پانکراس، کلون پایین رو و راست روده و مخرج میریزن، در واقع به هم میریزن، قطورتره نسبت به سیاه رگی که بخش بالایی معده و طحال مشترک میشن. چون این دو تا اندام یا دو قسمت داره مشترک میشه، ولی اینجا چند تا اندام داره مشترک میشه. بنابراین این دومی که براتون نوشتم چیه؟ قطورتر هم هست. میتونن توی سوالات از همون این رو بخوان. این خیلی مهمه. یا مثلا چیزی که میتونن اینجا بگن، ببینید این تصویر رو، خود شبکه مویرگی رو، بچه این صفراست تا اینقدر با چیز کشیدتش، زیرکانه کشیدتش، صفرا رو داریم اینجا میبینیم. اوکی، زیر لوب راست بود دیگه، یا لوب بزرگ کبد. اینجا رو نگاه بکن، این دوتا سیارگ چی هن؟ فوق کبدی. پس فوق کبدی خودش از دوتا شاخه تشکیل شده. ببین این فوق کبدی، این الان فوق کبدی. فوق کبدی از دو شاخه هاش هم حتی قطرشون یکسان نیست، از دو شاخه‌ای که یکسان نیست قطرشون تشکیل شده. این ور سیاه رگ باب از سه شاخه اصلی تشکیل شده. اوکیه؟ که الان فوق کبدی داره میریزه به کی؟ داره میریزه به بزرگ سیاه رگ زیرین که تو کنکور سراسری 402 اصلا سوال اومده بود که آقا طحال در نهایت خونش میره به کجا؟ سیاه رگ فوق کبدی. در نهایت بله، اول میریزه به سیاه رگ باب، بعد میره به فوق کبدی. یعنی اگه بخوان مثلا بگن این دوتا شاخه در بیرون کبد فوق کبدی رو میسازن، دوتا شاخه در بیرون کبد فوق کبدی رو میسازن، ولی باب میره تو کبد دو شاخه میشه. باب میره تو کبد دو شاخه میشه، این در بیرون کبد دو شاخه به هم میپیوندن فوق کبدی رو میسازن. و باید به این تصویر بچه ها اینطوری نگاه بکنیم. یعنی حتی اگه بخوام گیر بدم به این تصویر، به این بزرگ سیاه رگ زیرین رو ببین داره میره بالا، یه در این دو شاخه هم مهمه. این دو شاخه رو تو شکل کلیه هم داریدش که حالا من یه آموزش جدا براش میسازم و راجبش صحبت میکنیم. محلش کجاست؟ الان دارید میبینید زیر بخشی از روده باریک قرار گرفته، یا در راستای مثلا اسفنکتر انتهای روده باریکه. اینطوری هم حتی میتونن سوال بدن. از کجا میگیم؟ به خاطر اینکه طراح در کنکور 401 دیما و 402 تیرما اومده و اینقدر ریز شده تو این تصویر که این تصویر رو با دستگاه لنفی اومده مقایسه کرده و یک سوال ترکیبی شکل ازشون داده. باید اینطوری بهش نگاه بکنیم. در غیر این صورت نمیتونیم بچه‌ها به سوالاتش جواب بدیم. مثلا خود معده که یک اندام کیسه شکل لوله گوارشه، خونش به دو قسمت میریزه. خون بخش بالایی با طحال یکی میشه، خون بخش پایینی با پانکراس و کلون پایین رو راست روده مخرج یکی میشه. اینطوری میتونن سوال بدن. من براتون تست میذارم در انتها، یک تست میذارم انتهای این قسمت، ببینم شما چجوری میخواین بهش پاسخ بدین. توی تستی که براتون میذارم هم معادل سازی هست، هم سیاه رگ بابه. ببینم شما ترکیب معادل سازی و سیاه رگ باب رو چی کار میکنید، چون هم معادل سازی رو دوتا کلیپ براتون ساختم، هم سیاه رگ باب رو اینجا سعی کردم کامل بهتون بگمش، بعدن ترکیبش هم میکنم با شکلهای دیگه. و حالا ببینم شما این سوال رو چی کار میکنید، پاسخش رو برامون بذارید توی هر پلتفرمی که هستید. مرسی که ما رو نگاه میکنید و بهمون انرژی مثبت میدید. ما هم سعی میکنیم روز به روز براتون آموزش‌های خفن‌تری، بروزتری که به درد کنکورهای سراسری اخیر بخوره بسازیم. مخلصم.